4 تا درسی که هر پدر مادر عاقلی به بچهش باید بده تا بچه هاش انسانوار زندگی کنن. 1. عزیزم یاد بگیر به خودی نزنی. سگ گلم گوش دوست داره ولی به خودی نمیزنه. 2. گول ظاهر آدما رو لطفا نخور. در عین بی‌اعتمادی به آدما اعتماد کن ولی احتیاط هم داشته باش. شکر، نمک، هروئین هر 3 تاشون سفیدن. مواظب باش اینا رو با هم دیگه اشتباه نگیری. شماره 3. دو جا باید سفت وایسی. سفت. 1. رو حرفی که زدی، قولی که دادی. و 2. روی پاهات واسه ساختن زندگیت. و در نهایت 4. خوش آمدگوی بدرقه نباش. وقتی رفاقتت با یه نفر تموم میشه لطفاً اسرارشو فاش نکن. به حرمت رفاقت و نون و نمکی که با هم دیگه خوردید. رفاقت تموم شده قربونت برم، شرافت که تموم نشده که. یه بار دیگه گوش کنیم.